خب از اونجایی که به کتفتون بود که توی کلیپ قبلی یکی از اون دو تا سبک فیلم رو انتخاب کنید، خودم دست به کار شدم و امروز می‌خوایم 5 فیلمی رو بهتون معرفی کنیم که شما رو از خنده روده بر می‌کنه. فیلم شماره 5 قبول شدن راهرو، حالا همون حال پاس شدن راهرو. خفه شو. این فیلم درباره 5 تا شوهر هیز و شیطونه که کلا سرگوششون میجنبه. آقا میجنبه. زناشون میان بهشون میگن 7 روز بهتون زمان میدیم، برید هر گوی که هر غلطی که دلتون خواست بکنید، ولی بعدش دیگه مثل بچه آدم برمیگردید سر خونه زندگیتون دیگه. اونا هم تو یه هفته چه غلطایی که نمیکنن. دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم. دیگه فیلم لو میره. برید بخندید فقط. شماره 4 کلیک. این فیلم درباره یک مردی به نام مایکل و خانواده‌شه با بازی درخشان آدام سندلر که دیگه سلطان طنزه. یعنی من هیچ نقش جدی از این آدم ندیدم. مایکل یه روز از بحث بازنش و سرکله زدن با بچه‌هاش خسته میشه و میره یه دوری بزنه که میرسه به یه فروشگاه لوازم خواب و تخت خواب و این شروورا که یه قسمتی از فروشگاه توجهش رو جلب میکنه و وارد اونجا میشه. اون با یه مرد غریبه آشنا میشه که ادعا میکنه یه کنترل عجیب اختراع کرده که میتونه زندگی آدمو کنترل کنه. هر زمان که خواستی زندگیت رو استاپ کنی، بزنی جلو، بیاری عقب، هر لحظه زندگیت رو دوباره تجربه کنی و خلاصه مایکل باورش نمیشه تا اینکه امتحانش میکنه و میبینه واقعیه. اما این کنترل یه مشکل اساسی داره. اگه میخوای بدونی مشکلش چیه، لینکشو میذارم این پایین، بکش برو فیلمو نگاه کن میفهمی چیه. شماره 3 جانی انگلیش. آقا اصلا چه نیازی است من درباره این فیلم توضیح بدم وقتی استاد بزرگ مستر بین بازیگر اصلیش باشه. این سری 3 تا نسخه داره و هر کدوم هم یکی از یکی خنده‌دارتر. داستانش هم تو هر نسخه درباره یک مأمور مخفی با بازی استاد که هر بار یک مأموریت خیلی مهم داره ولی گرم میزنه تو مأموریتاش، اما کاملا شانسی مأموریتاشو به اتمام میرسونه بالاخره. نمیدونم چجوری ولی خلاصه از اول تا آخرش فقط میخندی. برو لذت ببر. شماره 2 تکامل. از همین الان بهت هشدار میدم با این فیلم هیچ غذا یا نوشیدنی نخورید چون میپره تو گلوتون، خفه میشید. البته به شرطی که دوبله فارسیشو دانلود کنید که 2 برابر خنده‌دارتره. چون این فیلم کم قدیمیه و البته خیلی هم قدیمی نیست. خودم از تو سوسه درش آوردم و تو هر سایتی پیدا نمیشه. سایتی که اونو داره رو من براتون اینجا میذارم که راحت دانلودش کنید. دوبله فارسیش هم بی سانسوره، خیالت راحت. پافی چه داستان جالبی داره. یه شامسنگ میخوره زمین و یه گودال درست میکنه. 2 نفر به نام‌های آیرا که یک زیستشناسه و هری به عنوان دستیارش میرن به محل شهاب‌سنگ و بعد از کمی بررسی آیرا متوجه میشه که یک سری موجودات زنده و تک سلولی روی اون شهاب‌سنگ بودن که به خاطر سقوط شهاب‌سنگ و برخوردش با جو زمین سرعت رشد و تکامل چند میلیون سالیشون رسیده به چند ساعت. فکرشو بکن با این سرعت این موجودات تک سلولی توی چند ساعت به چه موجوداتی میتونن تبدیل بشن. اگه حال نکردی با این فیلم بیا توف کن تو صورتم. میکروفونم پروتوف شد. توف تو رود. و اما شماره 1 فیلم سوپر قهرمانی، سوپر هیرو مووی دیگه. حالا یعنی این فیلم خنده دارترین فیلمیه که من تو عمرم دیدم. شک ندارم با دیدنش از خنده روده بر میشی. این فیلم در واقع صحنه‌های فیلم مرد عنکبوتی رو مسخره میکنه که اگه دیده باشیش که قطعاً دیدیش، یاد صحنه‌های اصلی فیلم میافتی و میمیری از خنده. بازیگری که نقش پیتر پارکر رو بازی میکنه دریک بله، بازیگر نقش اول سریال دریک اند جاش که اگه دیده باشیش میفهمی چقدر این بازیگر طنزه. مطمئنم که دهنت از خنده جر میخوره همونجور که دهن خودم از خنده جر خورد. یعنی از زمین و زمان غم و غصه داشته باشی این فیلم حالتو خوب میکنه. تموم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ما رو به دوستان فیلم بازتون معرفی کنید. خب برای یه بارم که شده میخوام مثل بچه آدم خداحافظی کنم تا کلیپای بعدی. خدا رو به شما بزرگ میسپارم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا. Oh no. No.